این منظره پرتوگاهی را میماند که سالهاست به نظارت است. به قول مردم قسمت زیادی این اخلاط‌ها را از ساختمان‌های گرد و اطراف به اینجا می‌آورند. آمینه سلیمова تقریباً 30 سال است که در چند خانه دورتر از این پرتوگاه به سر میبرد. میگوید بوی غلیظ این موضع در فصل گرما او و همسایه‌هایش را به تشویش آورده است. قریر نزدیکتر مصرا میپردود بنا تابستانا گرم میشد شمال میشد بویم میبرد اکولوژی من هوای بیزیب میکنند آدم را زندگی کردنش به خراب میرساند اینجا کودک آمده باز میکنند کسل بای کجا میبیاد کسل ایامین ها میبیاد. حسن اسایف کارشناس مسائل اکولوژی میگوید مطمئن نیست که اینجا پرتوگاه باشد، اما اشاره کرد که پرتوگاه‌های بزرگ باید از محله‌های اهالی نشین در مسافه نه کمتر از 5-10 کیلومتر ساخته شوند. برای گرفتن نظر مقامات به چند اداره دخلدار زنگ زدیم و اخیراً کمیته حفظ محیط زیست وعده داد که راه حل این مسئله را می‌یابد. هفته بعد از برداشتن این موضوع، رئیس محله و اداره های دخلدار تصمیم گرفتند که تمام گرد و اطراف را تازه کنند. رئیس محله این موضع عبدالرؤوف رحمانوف میگوید اینجا را چند سال اخیر و خودسرانه پرتوگاه کردند. ما اقدام گرفتیم که همین روزهای شنبه یا یک شنبه همین مردم از سرجم کنیم و با شرکت مقامات ناحیه و اکولوژی و شما خطی یک مجلس گذاریم مردم فهمیدگی کنیم که اینجا دیگه نه پرتوان افیسال پرتوگاه ما تشکیل کرده هستیم همونجا برن پرتوان. قابل ذکر است که بررسی مسئله پس از مطرح موضوع از طرف آزیا پلوس شروع شد و ما ادامه موضوع را پیگیری خواهیم کرد. امام علی سعیدزاد، آزیا پلوس.